یک لحظه به نفس اعتماد کردی تو رو تباه و برباد میکنه این نفس. خیلی ها نمیخواستن به این لجنزار برسن، خیلی ها نمیخواستن که آبروی خودشون و خانواده خودشون رو ببرن، لنگ کفش نثارشون بشه، لکه ننگی برای خاندان خودشون بشن. اصلا فکر اینو نمیکردن. از کجا شروع شد؟ از زنای زبان، از زنای چشم، از زنای گوش. برای همین خدا میگه به زنا نزدیک نشید، از دواعی زنا و از مقدمات زنا فرار کنید. بله، چشم چرانی مقدمه فساد فحشه. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که آنچه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیش از سفولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. به خدا چه دلایی تو این جامعه معذبن به خاطر چشم چرانی، به خاطر فضای مجازی. دل بیقرار کنار سفره، دل بیقرار شب، دل بیقرار روز، دل بیقرار. عذاب الهی عشق مجازی، عذاب الهی. به خدا عذاب سختیه که زندگی رو به کام انسان تلخ میکنه. این دل وقتی اسیر محبت یکی شد، دنیات هم به باد میده، خواب راحت ازت میگیره، خوراک راحت ازت میگیره، عزت ازت میگیره، شرفت ازت میگیره، همه چیز ازت میگیره. مواظب باش.